خب دوستان سوال پرسیدن که کدوم روغن خوبه برای پر کردن گوهرهای مثل زمرد و اینا. ببینید یکی از معروف ترین ها همون روغن سیدار هست، سیدار وود اویل، که تو ایران در اساس نیست. حالا چرا این خوبه؟ چون ضریب شکستش 1.5، ضریب شکست زمرد هم میشه مثلا 1.56 تا 1.7 که به هر حال اوکیه براش. اون تو ایران مثلا بعضی میگن روغن سدرای عطاری اینا خوبه، نه اینا خالص صودی نشده و اصلا اون روغنی نیست که دقیق بینه شده برای گوهرها. حالا چیکار باید کرد؟ بعضی میگن روغن بچه خوبه. روغن بچه ما به صورت تجربی جواب داده، تا روغن بچه ترکیبش خالص باز نیست. یه سری ترکیب ممکنه روغن بادام بزنن داخلش برای پوست بدن خوب باشه، زیتون بزنن که بعدن اینا ترکیبات شیمیاییشون وقتی خوش شد به صورت لکه‌های زرد یا لکه‌های تیره باقی بمونه. من توصیه‌ام چیه؟ توصیه‌ام اینه که مثلا از پارافین مایع استفاده بشه. اصلا بیس اون خود ترکیبات روغن بچه همون پارافین مایع است. پارافین بهداشتی مایع که ارزون هم هست. حالا من خودم یه سری از این استفاده کردم، 250 میلی لیترش مثلا اونوش 100,000 تومان. چیز گرونی نیست. فقط دقت کنید نمونه صنعتی هم دارن که خالصشون پایین‌تر یا رنگشون یا بو دارن خیلی، یا خیلی ممکنه رنگشون خیلی شفاف باشه. اونها رو استفاده نکنید. بهداشتی پارافین بهداشتی مایع ارزونه. چین ضریب شکستش یک فکر کنم حدود 46 که میشه از برای کوارتز هم استفاده بشه. بهترین نتیجه رو برای زمرد نمیده ها، ولی برای مثلا یه چیز خوبه. هم کوارتز هم گوهر مثل سانستون اینا رو میشه با این پر کرد. خب آدم پر کردن هم باید معمولا تحت فشار و خلا و اینا داستانا داره، ولی خب اگه بخواید بخوابونی حداقل ترجیحاً یه 3-4 روز بعد بذارین توی اون مایع بمونه و قطعا نتیجه خوبی ازش میگیرین.